شما قبل از اینکه بیاین با این کار کنین اول اینو روشن می‌کنید. درسته؟ درست. این مال جلو برندشه. درسته؟ اینو روشن نکردین. اینو روشن می‌کنید. دما باید برسه رو 80 یا 90. قبل 1 ساعت جلوتر. دما رسید رو 80 90 خیالتون راحته. 80 90 کار کنید. آره. بعد ظرفای کثیفتون که اومد اینجا شوت دوباره داریم. دوباره هاش اینجا شوت می‌کنید. ظرفاشو می‌ذارید داخل آبکف که این می‌کشید بعد می‌شینید داخلی. داخل جایی که چیدیم دوتا شروع می‌کنید به کار کردن. موقع کار کردن اینم می‌زنید. مال ری بشه جلو برندش. اینا می‌ذارید داخل. رفت داخل بعدی هم آماده است. شروع می‌کنیم به بعدی رو آماده می‌کنیم که می‌ذارید داخل اینجا سبد رو راحت خری بدید برید داخل. این بی نهایت همینجوری هر چقدر دلت می‌خواد بزنید. همین مستقیم می‌ذارید همینجوری بره داخل. بعدی هم شمار که خوشگل نداره. رو کار می‌کنم شما داخل قفس یا می‌ذارید اینجا یه نفر می‌ذاره